مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که طی روزهای 9 11 ایون سال 2023 در 6 صدمه در راههای کشور دست کم 9 نفر جان باخته است. از جمله روز 2 ایون سال 2023 تخمینا ساعت 11:00 دقیقه در راه ماشینگرد دوشنبه کولاب در حدود نویه دنغره راننده ماشین تمغه اوپل استرا سمندروف شیرخان سال تولدش 1997 ساکن امین نویه هنگام حرکت از سمت شهر دوشنبه به سمت شهر کولاب به سمت چپ رو برآمده ماشین را چپ نموده است. در نتیجه راننده ماشین مذکور سمندروف به سلامتی ژرات‌های گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. 2 ایون سال 2023 تخمینا ساعت 15:00 دقیقه راننده ماشین تمغه اوپل استرا احمدوف الهام سال تولدش 1998 ساکن شهر خوجند هنگام حرکت در راه ماشینگرد 8 خوجند از عهده اداره ماشین نبرآمده از راه برآمده چپ شده است. در نتیجه راننده ماشین احمدوف جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. 9 ایون سال 2023 تخمینا ساعت 21:30 دقیقه راننده ماشین تمغه اوپل استرا یونوسف عبدالرسول سال تولدش 1995 ساکن نویه باباجان غفوروف هنگام حرکت در راه ماشینگرد کونبودام دیموی در حدود شهر کونبودام به خطری حرکت را تامین کردن نتوانسته پیادهگرد اشمتوف موبین سال تولدش 1970 ساکن شهر کونبودام را پخش نموده است. در نتیجه پیادهگرد اشمتوف جراحت‌های جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. شب 9 ایون سال 2023 تخمینا ساعت 22:50 دقیقه راننده ماشین تمغه خوندای الانترا عنایتوف غالب سال تولدش 1987 ساکن شهر دوشنبه هنگام حرکت در کیلومتر 120 راه ماشینگرد دوشنبه خوجند چناق در موضع چوره نویه عینی از راه برآمده به جری چپ شده به دریای فون غرق شده است. جستجوی جسد راننده و مسافرش عنایتوف انبر سال تولدش 1966 ادامه دارد. 2 ایون سال 2023 تخمینا ساعت 17:30 دقیقه راننده ماشین تمغه مرسدس بنز محمد سعیدوف شبویدین سال تولدش 1995 ساکن نویه رودکی هنگام حرکت از سمت نویه یووان به سمت نویه رودکی در راه ماشینگرد دوشنبه یووان از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به دیوار بتونی کنار راه برخورده نقلیاتش را چپ نموده است. در نتیجه مسافر ماشین مذکور پیروف محیدین و شایف یوسف جان سال تولدشان 1995 ساکنان نویه رودکی جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیدند. راننده محمد سعیدوف جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه مرکزی نویه رودکی بستری گردیده است. صبح 11 ایون سال 2023 تخمینا ساعت 08:30 دقیقه راننده ماشین تمغه تویوتا نظروف سیف الله سال تولدش 1996 ساکن شهر دوشنبه هنگام حرکت در راه ماشینگرد دوشنبه ترسونزاده در حدود جماعت دیهات پختاباد شهر ترسونزاده از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به ماشین تمغه دیو دمس تحت اداره راننده روزیف خورشید سال تولدش 1993 ساکن شهر مذکور برخورده سپس به ماشین تمغه دیو متیز تحت اداره راننده قرائف عزیزیان سال تولدش 1985 ساکن امین شهر برخورده است. در نتیجه راننده ماشین تمغه دیو دمس روزیف و مسافرش المرودوف عبدالخالق سال تولدش 1947 المرودوف و میرمو سال تولدش 1954 و رامونوف جسور سال تولدش 2006 ساکنان شهر ترسونزاده جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند ولی المرودوف عبدالخالق و المرودوف و میرمو در بیمارخانه جان دادند. از روی این حادثه ها تحقیقات ادامه دارد. راههای تاجیکستان از لحاظ صدمه و پرخطر به شمار می روند. تنها در ماه سال جاری بنا به حسابها بر اثر صدمه ها در راههای جمهوری تا 40 نفر به هلاکت رسیده. از اول ماه ایون درباره در صدمه ها جان باختن علاقه حدود 20 نفر دیگر خبرها به دست رسیدند. بنا به آمار وزارت کارهای داخلی سال 2022 بر اثر 1096 صدمه در راههای جمهوری 416 نفر به هلاکت رسیده 1197 تن دیگر مجروح شدند.